خوبی مدیری؟ پیشا پیش عیدت مبارک باشه. آره مدیری نونوار شدی، لباس عوض. آره میبینی گفتم عیده چند دست لباس گرفتم جدید. هر کسی پاچه رو داری، هر کسی تو یه چیزی پیشرفت میکنه، من تو پاچه پیشرفت کردم. آره مدیری یه چیزی میگم جان من، نه نگو. چی شده باز؟ اینو واسه من بزن. ضد حساسیت، خارش داره بیچاره هم میکنه. من بلد نیستم. کاری نداره که اینو میمالی اینو میزنی. دوستان بی زحمت یه لحظه بالا رو نگاه کنید ما راحت باشیم. آره چرا نمیری درمونگاه؟ کدوم درمونگاه تو این تعطیلی بازه؟ همه جا بسته است. با 1000 بدبختی گشتم یه درمونگاه پیدا کردم سرا افسریه. خب اونم همه تحقیقاتیاش رفتن سفر اروپا. کل درمونگاه فقط یه جراح مغز نشسته بود. خب میدادی همون بزنه. دادم، گفت این کار در شأن من نیست، من فقط تو کار مغزم. آره بعدش آدرس یه هتل بیمارستان رو به من داد، گفت برو اونجا. رفتی؟ آره چه بیمارستانی بود مدیر، چه امکاناتی. رفتم تو، با عزت و احترام منو بستری کردن. یه هویج بستنی هم دادن دستم. اینقدر خوب بود. زدن برات؟ ها؟ زدن. نه بابا دیگه، تا گفتم آمپول دارن گفتم پاشو خودت جمع کن، ما فکر کردیم سرطان داری. گفتن آمپول 5000 تومن هم نمیشه. پول همون هویج بستنی رو ازم گرفتن. آره بعدش واسه 27 دیما به من وقت دادم. گفتم بابا این سوزن، این آمپول ضد حساسیته، من خارش دارم. گفتن گفتن هیچ کاری از دست ما بر نمیاد. الان 700 نفر هستن جلوتر از تو، همه‌شون دارن میخورن. جای دیگه ای اون دور و بر نبود که بری؟ مدیری میگم همه جا تعطیله، منم خسته و درمونده از بیمارستان اومدم بیرون، تو همون پله های جلو بیمارستان نشسته بودم. بعد دیدم یه پیرمرد سفید پوش با روی گشاده اومد کنار من نشست. با مهربونی ازم پرسید آمپول داری جوون؟ گفتم بله پدرجون. گفت اون پله ها رو میبینی؟ اون پله ها رو برو پایین. گفتم کدوم پله ها رو؟ برگشتم دیدم نیست. درمونگاه بود اونجا؟ درمونگاه بود؟ نه یه سری پله زیاد رفتم پایین، از این درمونگاه های خودجوش بود. یه تابلو هم زده بودن، نوشته بودن روش که زیبایی اندام با رفع جنین زائد. تو که رفتم یه لیوان آبزرش دادن دستم، گفتن اینو بخور یه رب راه برو. از این مراکز غیر قانونی بوده، باید آره. می اومدی بیرون. نه نمیشد دیگه. پرستاره اومد جلو، گفتم حتما اومدی که آمپوله رو بزنه. گفت شما کیه طرف میشی؟ گفتم من صاحبشم، مال خودمه. گفت خودش کجاست؟ گفتم همین پشته، همیشه همراهمه. کمربند که باز کردم 3 نفر افتادن رو سرم، منو پرت کردم بیرون. بعد یکی اومد منو جدا کرد، گفت عوضی اومدی آقا، آدرس این گاوداری رو داد به من. گاوداری برای چی؟ گفت برو اونجا دیگه حتما بازه. رفتی اونجا برای آمپول؟ آره دیگه مدیر، خارش نداری بفهمد چه حاله. اصلا یه وضع. اونجا هم که برام ندادن که، اصلا یه وضعی. گفتم ما با این سرنگا بلد نیستیم کار کنیم.
یه سرنگ گاوی آوردن بیرون. گفتم ما با این بلدیم. گفتم نه قربونت من نیستم. یه 10 کیلو سبزی خوردن ازشون خریدم اومدم بیرون. اونا هم یونجه بوده احتمالا. حالا هرچی بود از اون روز دیگه کلی هم خوب کار میکنه. آره میگم مدیری یه برادری کن بیا اینو بزن. من تحقیق کردم الان فقط 2 جا باز است. اگه تو نزنی مجبورم برم اونجا. کجا؟ یکیش آتش نشانیه که عمرم برم پیششون با اون شیلنگاشون. یکی هم پلیس راهوره که اونا هم تا خلافی ما صفر نکنن نمیزن. آره مدیری میزنی؟ چشاد الان یه جوریه که احساس میکنم میخوای بزنی. بفرمایید. دست دن پس میزنی یا؟ بفرمایید. از اولش هم باید میومدم سراغ خودت. همین رو تخت پشت دراز بکشم دیگه. بفرمایید. از الان شل کنم یا وقتی اومدی شل کنم؟ من پنبه رو میمالم که تو زحمتت کم. فقط زود بیای و میخواره.